کایرون هورمن پس از اینکه یک روز در ژوئن 2010 توسط نامادریش به مدرسه فرستاده شد، ناپدید شد و دیگر هرگز دیده نشد. Well, John, Kyron's mother, Desiree Young, is still fighting to bring her son home while also helping other parents with missing children. اندکی پس از ساعت 8 صبح روز جمعه 4 ژوئن 2010 کایرون هورمن دانش آموز 7 ساله‌ای کلاس دوم به مدرسه ابتدایی اسکایلاین پورتلند رسید. روز نمایشگاه علمی بود و اون با کمک نامادریش پروژه خودش رو راه اندازی کرده بود. اگرچه یکی از دانش آموزا گزارش داده بود که اون رو در ساعت 9 صبح نزدیک ورودی جنوبی مدرسه دیده بود، اما هورمن اون روز به هیچ کلاسی مراجعه نکرده بود و بعداً برای بازگشت به خونه هم سوار اتوبوس نشده بود. در واقع از اون زمان تا همین الان هیچ کس اون رو ندیده. این داستان واقعی آزاردهنده پشت ناپدید شدن کایرون هورمنه. کایرون هورمن علاقه شدیدی به علم پزشکی داشت. روزی که ناپدید شد تیشرت CSI به تن داشت. تیشرتی با آرم نمایش رویه جرم. این نامادری هورمن، تری مولتون، آخرین عضو خانواده بود که پسر رو در حالی که صبح جمعه از راهروی مدرسه به سمت کلاس میرفت زنده دید. اما اون 2 بار توی تست‌های پلیگراف پلیس مردود شد و از اون به بعد از پدر هورمن طلاق گرفت و توسط اسناد دادگاه و وکلای پدر هورمن به عنوان مظنون اصلی معرفی شد. رویدادهای آخرین روز هورمن از یک جدول زمانی دقیق پیروی میکنه که در واقع مولتون رو تا ساعت 10:10 صبح اون روز تو 2 تا فروشگاه مواد غذایی مختلف قرار میده. اما از اون زمان تا ساعت 11:39 صبح نامادری هیچ جایی توی این برنامه زمانی نداره. اون ادعا میکنه که با دختر شیرخوارش کیارا تو جاده‌های روستایی رانندگی میکرده و سعی میکرده عفونت گوش اون رو تسکین بده. قبل از اینکه تو ساعت 11:39 صبح به یک باشگاه تناسب اندام 24 ساعته که حدوداً 11 مایل دورتر از اونجاست مراجعه کنه و 1 ساعت تو اونجا بمونه. سپس تو ساعت 1:21 بعد از ظهر مولتون ادعا کرد که به خونه رسیده. به فیسبوک وارد شده و عکسایی از هورمن تو مدرسه با پروژه علمی خودش از همون صبح منتشر کرده. سپس پدر کایرون هورمن یعنی کین هورمن همراه با مولتون منتظر اتوبوس مدرسه تو ساعت 3:30 بودن، اما هورمن پیاده نشده. وقتی اونها به مدرسه رفتن و متوجه شدن که هورمن در تمام طول روز غیبت داشته، با پلیس تماس گرفتن و به این ترتیب بزرگترین جستجوی افراد گم شده در تاریخ تا به امروز آغاز شد. تو قلب جستجوی کایرون هورمن رابطه بین والدین و نامادری اون قرار داره. والدین بیولوژیکی اون یعنی کین هورمن و دزیره یانگ زمانی که پسر کوچیک بود از هم طلاق گرفتن و حضانت پسر با هم دیگه تقسیم شد. تا اینکه دزیره به شدت دچار مشکلات کلیوی شد. اون مجبور شد که پیش پدر مادرش برگرده و حضانت تمام وقت هورمن رو به کین واگذار کنه تا اینکه به طور کامل خوب بشه. کین بعد از اون با تری مولتون ازدواج کرد که از اون صاحب یک دختر به نام کیارا شد. پس از اینکه پلیس این پیاما رو به اون نشون داد، یانگ گفت که ایمیل ها نشون میدن که مولتون تنفر شدیدی از کایرون داره.
اون خیلی از مشکلات زناشویی بین کین و خودش رو گردن کایرون مینداخت. یانگ میگفت این یک نقطه اختلاف بزرگ تو ازدواج اونها بوده و اون با جزئیات زیاد تنفر خودش رو از کایرون ابراز کرده بود. الان بدون هیچ شکی معتقدم که اون نه تنها میتونه به کایرون صدمه بزنه، بلکه واضحه که میتونست به بدترین شکل ممکن به اون صدمه بزنه. در ابتدا هیچ علاقه واقعی به مولتون به عنوان مظنون ناپدید شدن کایرون هورمن وجود نداشت. منابع نشون دادن که احتمال فریب تو اولین پلیگرافی اون وجود داشت و شکافایی تو جدول زمانی که اون برای روز ناپدید شدن هورمون ارائه داد وجود داره. با این حال هیچ یک از این جزئیات چیزی بیش از سوءظن نبود. تا حدود 1 ماه بعد از تحقیقات، زمانی که یک بمب پرتاب شد. به مدت 10 روز پرونده هورمون به عنوان یک فرد گم شده در نظر گرفته شد. اما بعد از اون بازرسا اعلام کردند که به طور رسمی یک تحقیق جناییه. تو ژانویه 2010 یک منظره‌ساز محلی که مولتون قبلا استخدام کرده بود تو ایستگاه پلیس ظاهر شد و به مقامات گفت که حدود 6 ماه قبل از ناپدید شدن هورمن مولتون به اون پیشنهاد داده بود تا شوهرش رو بکشه. کاراگاه‌ها حساب کاربری منظره‌ساز رو با کین به اشتراک گذاشتن و اون تو 26 ژوئن با دختر 19 ماهه این زوج خونه رو ترک کرد. اون به سرعت یک وکیل خانواده استخدام کرد و اوراق طلاق و قرار منع تعقیب علیه مولتون تنظیم کرد. متاسفانه پلیس مظنون دیگه‌ای نداره و امروز در مورد پرونده کایرون هورمن اطلاعات کمی وجود داره. پدر هورمن تو سال 2015 به اخبار گفت اونها هیچ سرنخی پیدا نکردن و چیزی پیدا نکردن که از نظر قانونی به پرونده ما مرتبط باشه. پس سوال اینجاست که هورمن کجاست؟ تا به امروز پلیس هنوز به طور فعالانه به دنبال هر گونه سرنخ در مورد این پرونده است. اما بدون دستیابی به موفقیت مقامات هنوز به حل ناپدید شدن وهم‌آور کایرون هورمن حتی پس از یک دهه جستجو نزدیک نشد. And she not only betrayed that trust, but she also victimized all